برو عاشق شو ای عاقل که آن هم عالمی دارد. راز عشق از مولانا تا یونگ در دنیای عشق درون. تا حالا شده نتونی فکر کردن به یه نفر رو کنار بذاری، مدام توی ذهنت باشه؟ میخوایم ببینیم پشت این قضیه چی هست. درود به روی ماه همتون. خیلی خوش اومدید عشق دوستای نازنین. امروز میخوایم به سفری داشته باشیم به این دنیای عجیب و غریبی که هممون هم کم و بیش تجربهش رو داریم و دنیای عشق. تا حالا شده این که یه آهنگی رو شما گوش کنی و حس کنی که انگار داره حرف دل خودت رو میزنه؟ عشق میتونه یه همچین چیزی باشه. انگار که بعض وقتا که حالت خراب میشه یا اینکه احساس میکنی دیوونه شده یا داری به یه نفر مدام داری فکر میکنی، همیشه یه چیزی تو دلت داره تکون میده، مثل اون آهنگه، انگار که یه صحبتی داره با درونت میکنه. یه سوال دارم ازتون، اصلا چرا بعضی وقتا یه نفر اینقدر میچسبه به ذهن ما و واقعا نمیتونیم دست از فکر کردن بهش برداریم؟ کارل یونگ، روانشناس بزرگ سوئیسی، نظریه خیلی جالبی در مورد این قضیه داره و میگه که این نمیتونه یه اتفاق ساده باشه. این مثل یک فراخوان عمیق روحیه که انگار دنیا داره تو رو دعوت میکنه و میخواد که به درونت، به حقیقت خودت وصلت کنه. واقعا چه خبره توی این دنیای عشق که هممون رو انقدر درگیر میکنه؟ برای این کار میخوایم بریم سراغ صحبت‌های دو تا از بزرگان تاریخ، مولانا و یونگ. در نگاه اول خب میدونم که میگید یونگ و مولانا چه ربطی به هم دیگه دارن. مولانا شاعر و عارف قرن هفتم، یونگ یک روانشناس عصر مدرنه. ولی میخوام بهتون بگم که وقتی واقعا عمیق میشیم، تو عمق میریم، متوجه میشیم که حرف اینا دقیقاً با هم یکی هستش و در یک نقطه مشترک انگار از یک حقیقت واحد صحبت میکنم. من همیشه حس کردم که روانشناسی و معرفت واقعا از هم جدا نبوده و تهش به یه جا میرسه و خب در مورد خیلی مسائل دیگه ما میدونیم که ما هممون یکی هستیم و من دوباره سر حرفم هستم one is all is one. بنابراین امروز میخوایم این نقطه نظرات مشترک اینا رو ببینیم، یه نگاهی روش بندازیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که قبل از شروع بهتون بگم که فکر نکنید که همه به دنبال عشقن. خیر، همه به دنبال عشق نیستن. جایی بوده که ما صحبت از عشق کردیم، موضوع گفتگو در مورد عشق و طرف به دنبال سکس هست و معنا و مفهوم عشق براش در حد یک نیاز فیزیکیه و معنا و مفهوم عشق برای اون فرد از نیاز فیزیکی فراتر نمیره و اعتباری نداره. خب اول بیاییم ببینیم که چرا وقتی یه نفر رو میبینیم دلمون هری میریزه پایین یا یه بویی یه جایی احساس میکنیم، یهو حس میکنیم ساعتها داریم به یه نفر فکر میکنیم. داستان چیه؟ اون یه جواب خیلی عالی برای این قضیه داره. میگه یه سری ویژگی ها ما داریم، چه اونایی که میشناسیم و چه اون ویژگی هایی رو که نمیشناسیم و ازش بیخبریم. انگار یک جور از قسمت های درون خودمون هست که ما این ویژگی ها رو داریم در فرد دیگه ای فرافکنی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثل یک پروژکتوری که داره نور و تصویر رو روی پرده سینما نشون میده. چند لحظه به این میخوام فکر کنید که تا حالا شده جذب یه نفر آدم بشید و از خودتون بپرسید که واقعا این آدم چی داره؟ چرا من از این آدم انقدر خوشم میاد؟ انگار اون آدمه یک آینه‌ایه برای اینکه ویژگی‌های درون خودت رو داره بهت نشون میده که اون ویژگی‌ها رو درست نفهمیدی یا هنوز بهش دسترسی نداری. ممکنه خودتو درگیر یه نفر ببینی که اون آدمه یه ویژگی داره، یه رویایی رو، حتی یه ترسی رو داره درون تو زنده میکنه. اینا همه اون ویژگی‌های از بخشای وجودت هستن که اونجا انگار نشستن منتظر کشف شدنن. مثال فرض کن که یه آدم خیلی کاریزما، جذاب، با اعتماد به نفس، ازش خوشت میاد. شاید احساس کنی که اون آدم همون چیزایی که من میخوام و داره. راحت، آزاد، کول، باحال، با اعتماد به نفس، پر انرژیه و خب خوشت میاد. اما به گفته یونگ اینایی که داری ازش تعریف میکنی فقط یه تعریف و تحسین ساده نیست. این ممکنه داره ویژگی هایی رو
در اون آدم به تو نشون میده که اون ویژگی ها دقیقاً چیزایی که تو دوست داری و در درون خودت هست. به این میگن فرافکنی مثبت، یعنی ویژگی هایی رو که دوست داری و در دیگران داری میبینی، در دیگران داری فرافکنی میکنی. اما این فرافکنی همیشه جنبه مثبت نداره. گاهی وقتا ویژگی‌هاییه که اعصاب ما رو خرد میکنه یا دوستشون نداریم، بعد دوباره یه نگاهی به درون خودت اگر بندازی متوجه میشی که اینا همون سایه‌هان که به شکل ویژگی‌های منفی داره خودش رو نشون میده و داره انگار تو داری دوباره فرافکنی میکنی روی اون آدم. اونجایی که از یه آدم بدت میاد، مثلا میگی که چه اخلاق بدی واقعا داره، چقدر از این ویژگیش بدم میاد، چه خوب چه بد، دقیقاً تمام این ویژگی ها درون خودته. گفتم آینه، یاده یه مثال افتادم، یه تجربه‌ای که از دوران کودکی، یادتونه بچه که بودیم به ما میگفتن، اگر یه چیزی به ما میگفتن که خوشمون نمی اومد، به ما یاد داده بودن که بگیم آینه و دستمون حالت آینه می آوردیم، که یعنی این که اون چیزی که گفتی بازتاب خودت به خودت برمیگرده. و این واقعا در دوران کودکی خیلی جالب بود که یونگ هم داره از همین صحبت میکنه که آدم ها میتونن آینه همدیگه باشن. یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که واقعا عشق یعنی چی؟ یعنی آیا من برم اون نیمه گم شدم رو پیدا کنم؟ واقعا قضیه چیه؟ در این مورد یونگ اشاره داره به مسئله آنیما و آنیموس. یونگ میگه ما تو وجودمون همه ویژگی های زنانه و مردانه رو داریم. ویژگی های زنانه ای که درون آقایون هست میشه آنیما، ویژگی های مردانه ای که درون خانم ها هست به نام آنیموس هست. وقتی با یکی روبرو میشیم، عمیقاً وقتی که باهاش مچ میشیم یا یک کانکشنی برقرار میشه، دیدین میگین که انرژیشو گرفتم، باهاش تونستم ارتباط برقرار کنم، در اون صورت این بازتاب میتونه خیلی جذاب باشه. این بازتاب همون آنیما و آنیموسیه که در حقیقت داره خودش رو نشون میده، ولی در عین حال که جذابه خیلی وقتا میتونه طاقت فرسا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه داره یه ویژگی هایی از درونتون نشون میده که تا الان خواب بودن. یه سری ویژگی ها هستن مثل حس های عمیق، احساسات عمیق، شهود، خلاقیت، باروری. معمولا این ویژگی ها زنانن و در آقایون خیلی پرورش پیدا نکرده چون باعث میشه این بخش از ویژگی هایی که در حقیقت آقایون اون آنیمای درونشون رو دارن میبینن و اون بخش زنانشون رو دارن در اون خانم میبینن، یهو جذبش میشن، مدهوش میشن، اصلا انگار جادو شدن و به خاطر همین احساس میکنن که این همون نیمه گم شده است. اما هشدار، خیلی وقتها این حس ها فقط یه فرافکنی و آنیما هستن، نه اینکه واقعا اون شخص، اون خانم این ویژگی ها رو داره. یعنی شاید طرف واقعا اون نیست که تو داری فکر میکنی، بلکه ذهن خودته که این داره این ویژگی ها رو روی اون فرد میندازه. برعکسش برای خانم ها به همین شکله. در مورد بخش مردانه یا آنیموس، اون قاطعیت، قهرمان بودن، قدرت، منطق. دیدین یه فرد که بیزنس خیلی خوبی داره و خیلی از این جنبه های مردانه استفاده میکنه، این ویژگی ها در مقابل ویژگی های زنانه که قرار میگیرن تعادل رو به وجود میارن. بنابراین وقتی خانمی با مردی که قویه، با مردی که قهرمانه، با مردی که منطقش خیلی خوب کار میکنه، کاریزما و خیلی براش جذاب میشه و انگار داره یه بخشایی از درونش رو پیدا میکنه که دقیقاً اون بخشهای درونش رو باید بیشتر بهش بپردازه. پس این یک پارچه کردن این آنیما و آنیموس باعث میشه که تو به تعادل برسی و زمانی که به تعادل میرسی، مسئله این میشه که دیگه وابستگی ها رو میذاری کنار، دیگه نیازی نداری یکی بیاد و این کمبودها رو بخواد جبران کنه. مسئله بعدی عشق افلاطونیه. یه اشاره کوچیک به عشق افلاطونی که یونگ در موردش صحبت میکنه بکنیم که اصلا چی هست. عشق افلاطونی فقط جذب کردن فیزیکی نیست. اونجایی که تو فراتر از نیاز جنسی، فراتر از کشش فیزیکی، یک فرد رو باهاش یک ارتباط عمیقی پیدا میکنی، ارتباط عمیق روحی پیدا میکنی و بهش جذب میشی و اون یه نمادی از آرزوها و چیزایی میشه که درون توه. بعد ما میایم شکار میکنیم، میایم اون آدم رو
میذاریم بالای یه سکو و انگار که یه قداستی داره، یه چیزی توی اون آدم میبینیم که انگار همون چیزاییه که ما دوستش داریم و دوست داشتیم همیشه تجربه کنیم. حالا قسمت جذاب قضیه اینه که وقتی که اون فرد رو گذاشتی بالای اون سکو و ایدئال سازی کردی، این میتونه هم ما رو به سمت رشد ببره، هم یه خطر بزرگ داره. خطرش چیه؟ اینه که از واقعیت جدامون میکنه. یعنی چی؟ ببین، اون تصوری که از اون شخص داری دیگه با واقعیتش همخونی نداره. وقتی که تو داری اونو ایدئال سازی میکنی و بالای اون سکو میذاری، زمانی که به وصال میرسی، وقتی کسی رو دیدین که خب با یه نفر یا ازدواج میکنه یا به اونی که میخواد میرسه، یه مدتی باهاشه و بعد میبینه که اون ویژگی ها انگار از بین رفته و بعد ناامید میشه. اینجاست که وقتی به انتظاری که داریم نمیرسیم یا وقتی که به اون شخص به وصالی رسیدیم، بعد میفهمیم که اینها تو فکر ما بوده و ما اون ویژگی ها رو داشتیم خیلی بالا نگاه میکردیم و این ما رو از واقعیت دور میکنه. یه فیلمی هست به نام قبل از طلوع که اگر خواستید این فیلم ها حتما نگاه کنید. جالبه. فیلمی که یک ماجرای یک دختر و پسر جوانی هستن که تو ترن با هم آشنا میشن و تمرکز این فیلم به روی دیالوگ های فلسفیه که این دوتا چجوری با هم دیگه میتونن یک ارتباط عمیق روحی پیدا کنن و مسیری که با هم میرن خیلی لذت میبرن فراتر از یک نیاز جنسی. بنابراین این میتونه اون عشق افلاطونی که یونگ میگه رو خیلی قشنگ به نمایش بده. و همچنین کتاب کیمیاگر که همتونم دیگه حتما خوندید، مثالی که شما میفهمید که مسیر و لذت بردن از مسیر چقدر مهمتر از هدف و رسیدن هستش. و توی این کتابی اشاره‌ای هم می‌کنیم به همون داستان همزمانی یونگ. داستان مسئله همزمانی چیه؟ که وقتی که به کسی فکر می‌کنی، حتما برای شما اتفاق افتاده که زمانی که داری به یکی فکر می‌کنی مدام توی فکرت هست، یه زنگی میاد، یه مسیجی ازش میگیری، یه جایی میبینی اون فرد رو. یون میگه این نشونه ها از سمت کائناته که دنیای درون و بیرون رو به یه شکل عجیب و غریبی به هم وصل میکنه و این میتونه یه نشونه باشه، همون نشونه هایی که تو کتاب کیمیاگر خیلی بهش اشاره میکنه که میگه این نشون میده که آدم ها تنها نیستن و یک بخشی از یک شبکه بزرگ به هم پیوسته. اینجور همزمانی ها رو وقتی که دیدی یه لحظه مکث کن و سعی کن که گوش کنی، با گوش دل بشنوی که چه پیغامی برات داره و با جریان کائنات میبینی که وقتی این نشونه ها رو دنبال میکنی، گاهی وقتا احساس میکنی که با جریان کائنات، با جریان زندگی همسوی. گاهی وقتا فکر میکنی که مطلع میشی که خب باید بیشتر به مسیری که داری میری بیشتر توجه نشون بدی و در نهایت نقطه مشترک یونگ و معنویت نظریه تفرد و همون یگانه شدنه که این بخش های وجود ما رو نشون میده که چجوری با هم یک پارچه میشن و این مسیر خیلی شخصیه. این یک مسیر شخصی و معنویه که هر کسی باید با خودش همراه باشه و به درون بره و بپذیره چه خوبا شد چه بدا شد، چه ویژگی های خوب و چه ویژگی های بدا. حالا نقش اون آدم هایی که ما داریم بهشون فکر میکنیم چیه؟ اونا در حقیقت میشن آینه‌ای که بازتاب ویژگی های ما هستن. همون آینه‌ای که همون جوری که شمس بازتابی شد برای مولانا، که ما از مولانا یاد گرفتیم که خیلی وقتها برای رسیدن نباید رفت، برای داشتن نباید خواست، برای بودن نباید بود. میگه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش جز هوس قمار دیگر. مولانا به ما یاد میده واقعا که هی ببازه هی به دست بیاره که ببازه که چیکار کنه؟ که روح عاشقی رو نگه داره.
اون مسیر عشق رو میخواست. میگفت تو حال عاشقا رو داشته باش، به شوق میای، به شعف میای، هر روز حالت خوبه. اون مسیر عشق رو میخواست، اون حال عشق رو میخواست بهش برسه. نرسیده میگفت به وصال میرسید. و خب خیلی از آدم ها هستن میگن ای بابا دیگه این روزا که عشقی پیدا نمیشه، کو حالا کسی که بخواد بازتابی مثل شمس باشه، اینجور حرفا. و شعر زیبایی داره که میگه مگو صاحب دلان مردند و شهر عشق ویران شد، جهان پر شمس تبریز است کو مردی همچو مولانا. جهان پر شمس تبریز است، این گیاه، این گل، این خاک، این هوا، این ستاره، آسمون، دریا، همه اینا میتونن شمس باشن، همه اینا میتونن بازتاب درون تو باشن، آینه خودت باشن، انعکاس تابش خودت به خودت. و این آینه یک آینه حقیقت تابه. حقیقت چیه؟ دوست عزیزی که هنوز دنبال حقیقتی، که حقیقت یکی نشونت بده که حقیقت چیه، توی آینه که خودتو میبینی حقیقتتو میتونی ببینی، نه اون حقیقت، نه اون قیافه و ظاهر خودت رو، حقیقت درونت رو، حقیقت نابت رو. حقیقت چیه؟ خود خداست، هیچ چیز دیگه ای نیست. مولانا رسید به این. و من یه جایی یه جمله شنیدم، میخوام اینو 1000 بار تکرار کنم، 1000 بار اینو تکرار میکنم، همه جا پخش میکنم. میگه 1000 سال گذشت تا انسان، تا بشر فهمید که ساخته دست خودش رو نباید بپرسته. 1000 سال دیگه باید بگذره تا انسان متوجه بشه که ساخته ذهن خودش رو هم نباید بپرسته. میگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست، هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست. به به. مولانا گفت دیگه بسه هرچی گول این ذهن خوردم و هی بافتم، دنبال ذات حقیقت رفت. اینجا یک نفر در قالب شمس خودش رو نشون داد. اصلا مهم نیست که شمس یه آدم بوده، گل بوده، گیاه بوده، نمیدونم هر کسی که بوده. مهم اینه که تو به اون درجه‌ای برسی که بتونی حقیقت درون خودت رو توی آینه ببینی. تو کدوم آینه؟ تو آینه یه نفر، تو قالب شمس، تو آینه عشق، تو آینه طبیعت. جرقه‌ای بشه که تو آینه رو ببینی، تو آینه بازتاب درون خودت رو ببینی. و در نهایت همونطور که صحبت‌های یونگ و مولانا رو کنار هم بذاریم، ترکیب در میاد. من یه اصطلاحی دارم که همیشه میگم انگار که پازلم شکل میگیره. ببین عزیز من، اینو دیگه همه میدونن که تمام بودیزم هم اینو میگن و این همه میدونیم که ما در ماهیت با هم فرق میکنیم. تو با من با این میز با این صندلی، با این دوربین، با این لیوان، با همه چی در ماهیت با هم فرق میکنیم، ولی همه ما یک وحدتی به نام وجود که در ماهیت‌های متفاوت تکثیر شدیم، زیاد شدیم، ولی در وجودیت با هم یکی هستیم. One is all is one. همه ما از یک وحدتیم، همه ما از یک اصلیم. و اصل ما چیه؟ اصل ما عشقه. عشق یه نیروی قدرتمنده که میتونه ما رو به سمت رشد و کمال ببره، به شرط اینکه با آگاهی و تعادل همراه باشه. 2 معنی عشق براتون میخوام بگم که یکیش از دید یه فیلسوفه که یه متنی براتون آماده کردم، یکیش هم که مولانای عزیز میگه یک عشق عروج است و رسیدن به کمال، یک عشق وسواس درون است و تمنای وصال، یک عشق سکوت است و
سخن گفتن چشم، یک عشق خیال است و خیال است و خیال. و جبران خلیل جبران، یک نویسنده و فیلسوف لبنانی، در کتاب خودش که یکی از شاهکارهای فلسفه و شعر عشق رو چنین معرفی میکنه. میگه آن زمان که عشق صدایت میکند به دنبالش برو، اگرچه راه آن سخت و پرمشغله است، و آنگه که بالهای عشق تو را در آغوش میکشد تسلیم شو، اگرچه شمشیری که در پرهایش نهفته باشد زخمیت میکند، و چون عشق با شما حرف میزند آن را باور کنید، اگرچه سخنان او رویاهای شما را برهم میکوبد، آنچنان که باد باغچه شما را ویران میکند، زیرا عشق همزمان که تاج بر سرتان میگذارد شما را به صلیبتان میکشد. همچنان که میپروراند هرس میکند، همچنان که از قامتتان بالا میرود و شانه هایتان را در باد میلرزاند نوازشتان میکند. به ریشه هایتان که در خاک فرو رفته چنگ انداخته و آنها را در زمین میلرزاند و مانند بافه های جو شما را در بغل میگیرد و میکوبد تا برهنه شوید و میبیزد تا از ساق جدا سازد. شما را میساید تا سفیدتان کند و میورزد که نرمتان کند و آنگه در تنور داغ میسوزاند تا نانی شوید برای جشن خدایان. اما اگر که بترسید و از عشق فقط عیش و لذت بخواهید، بهتر است که برهنگی خود را بپوشید و از کنار دنیای عشق بی بهره عبور کنید. بروید به آن سرزمین عاری از فصلها که در آن میخندید اما نه از ته دل، که در آن میگرید اما نه تمام اشک‌هایتان را. زیرا عشق چیزی نمیدهد جز خود عشق و چیزی نمیطلبد مگر از خود. عشق تصرف نمی کند و به تصرف در نمی آورد، زیرا عشق فقط بر پایه عشق استوار است. واقعا کدوم ما میتونیم همچین عشقی رو تجربه کنیم؟ کدوم ما میخوایم بریم تو رابطه، میخوایم لذت ببریم، بعد میخوایم دردمون نیاد، آرزو میکنیم عاشق بشیم، ولی میخوایم که اصلا همه دنبال عشق هم، ولی عشقای امروزی که اصلا معنی عشق رو نمیدونن. بعد افراد میان میگن که خیلی وقتا میگن که آخه میدونیم ما قلبمون شکسته، یه بار ما میترسیم که عاشق بشیم و واقعا طاقت نداریم که بخوایم دوباره یه بار دیگه قلبمون بشکنه. شما قلبت نشکسته عزیز من؟ اینو از کسی بشنو که 1000 بار قلبش شکسته، 1000 بار دیگه هم امیدوارم بشکنه، چون اگر غیر از این بود معنای عشق رو نمیفهمیدم و لذتش رو حس نمی‌کردم. اونایی که قلبشون نشکسته میان میگن ما قلبمون شکسته، اونی که قلبش شکسته میگه تو بزن بشکن، من از دوباره پیوند میزنم، من از نو تازه میکنم، من دوباره پروانه میشم. اگر که توی رابطه خوب یا یه ازدواج خوبی، امیدوارم هر روز قلبت بشکنه و از نو دوباره تازه شی، از نو دوباره پروانه بشی. اگر امروز شریک عشقت یا همسرت رو نگاه کردی و همون آدم دیروز رو دیدی، برات متاسفم. بخوا که از نو هر روز هر لحظه مرا تازه خدای دگری هست. هر دقیقه هر لحظه بخوا که اون فرد رو از نو با یک نگاه جدید دوباره نگاهش کنی. و گول این بازی‌های ذهنی رو نخورید، خواهش میکنم که میری تو رابطه و عشق به خود نداری، بعد از اون شخص توجه میخوای، بعد میری براش هدیه میخری، گل میخری، میبریش اینور و اونور و خب دنبال توجه اونو جلب کردنی. بعد اون از شما گل میگیره، توجه میخواد و موقعی که شما توجه تو از رو برمیداری چی میشه؟ داستانی میشه که مثلا خانم میاد
و خب حالا میخواد سرویس بیشتر بده، بعد سرویس بیشتر میده، میبینه که جواب نمیده، کار نمیکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ میکشه عقب. بعد میکشه عقب و شما میافتی دنبالش، بعد دوباره همین داستان، همین بازی و این چرخه ادامه داره. صحبت در مورد اینجور چیزها خیلی داغه و خیلی زمان بر هستش. وقت ما خیلی محدوده. دوستای عزیزی که علاقه‌مندن با ما تماس مستقیم داشته باشن میتونن به آدرس ایمیل anahit.innertemple.com ایمیل بزنن و یا میتونید نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. ویدیوی بعدی رو از دست ندید. میخوایم که با ذهن آگاهی و با تمرین ذهن آگاهی سری بزنیم به اتاق عشق. عشق همراه لحظه هاتون باشه.